اگه تو برنامه‌ای قراره که با اتوبوس یا مینیبوس یا وانت جابجا بشی، کولت رو اینجوری ببند. اکثر افراد میان این قسمت ویست بلت کوله رو به این صورت میبندن که یه لوپ ایجاد میکنه. زمانی که شما توی مینیبوس یا اتوبوس هستی، به این حلقه که ایجاد شده به پای افراد گیر میکنه و کوله شما آسیب میبینه و هم میتونه به افراد آسیب بزنه و باعث افتادنشون بشه. بهتره که این قسمت رو بیایم برعکس ببندیم، یعنی به این صورت قسمت ویست بلت رو برگردونی و این شکلی کاملا به کوله شما میچسبه و هیچ قسمت بیرون زده ای از کوله‌تون وجود نداره. نکته بعدی اینه که میخواین کوله‌تون رو بدین توی قسمت بار، حتما رین کاورش رو روی کوله‌تون بکشین که کمترین آسیب ببینه. من پیشنهاد میکنم اگه میخواین کوله‌تون رو بدین به وانت و وانت قرار بیاره، مخصوصا توی برنامه‌های جنگلی و شمال کشور، از کیسه‌های پلاستیکی یا گونی‌های پلاستیکی استفاده کنید که هم محافظت کاملی در مقابل بارون داشته باشه، هم گلولای جنگل روی کوله شما نشینه و کوله‌تون کثیف نشه. زمانی که شما ویست بلت ها رو به این صورت میبندین، علاوه بر این که توی دست و پا نیست، به خاطر که فضای اضافه یا بیرون زده ای نداره، کوله ها روی همدیگه بهتر چیده میشه. توی 90% کوله ها شما امکان اینو دارین که ویست بلت ها رو به سمت جلو خم بکنین و واسهشون هیچ مشکلی پیش نمیاد. کوله های مثل آسپیری به خاطر که توی این قسمت ویست بلت فلز کار شده، شما این امکانو نداره. ولی همونجوری که گفتم تو 90% از کوله های بازار شما میتونین این کارو انجام بدید.